رکن کعبه یعنی حجر الاسود رسیدیم، در طرف چپ ما خانه خدا میماند و طرف راست ما چراغک سبزی که علامت آغاز طواف است و با برداشتن دستامون به سوی همو حجر الاسود میگوییم که بسم الله الله اکبر اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. کسانی که نمیدونن کفایه میکند بگن که بسم الله الله اکبر. خوب، با آغاز کردن دور اولی طواف هممون ما در برای مردو فقط گپ زده شدیم، زنو را اگه سینسان نه آوردیم، یعنی ما در حالتی هستیم که همراه هممون مردو هستیم. کتفای راستمون از احرام خالی میکنیم، یعنی کتف راست کشوده میشود و کتف چپ پوشیده. همین احرام به تگ کتف راست گذرانده میشود و سه دور اول رو با حرکت یک کمی به سرعت تر که این رو رمل میگویند و با کشوده نمودن کتف راست که این رو استباع میگویند و هر دو اینها سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، سه دور رو انجام میدهیم. در هر رکن از رکنهای کعبه چی دعای را بخونید درست است. خوب، اما در رکن یمانی اجماع بر این است که دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار را بخوانیم. دور سوم چون تمام شد در راست حجر الاسود، خب یگان کس برادران هیچگاه در وقت طواف فرضی که این دویم فرض است و به همین قطعی گفتیم که اگر فرض نقص پیدا کرد یا اینکه ادا نیافت عمره درست نمی شود. طواف آن چی را میگویند که در گرد خانه دور میزنی و خانه را در طرف دست چپ خود قرار میدهی. اگر کسی دونوگی کرد، شستریگی کرد، دوید به سر قپیدن دیوال کعبه یا اینکه بوسه زدن هم یگان جا هست خیلی آدم ها هر سال با وجود آن که با زبان فصیح و واضح برای شما بیان میکنیم رفت قپید اون دورش حساب نمی شود. طواف فرض دویم عمره است. طواف آن چی رو میگویند که عبارت از 7 دور است و هر یک دورش باید که کعبه در طرف دست چپ تو باشد و تو در طرف راست کعبه. اگر رو تا روی کعبه کردی یا اینکه تو خوردی یا اینکه حرکت یک چند مقدار رو طرف همو چی کردی، اون طواف ناقص است، طواف حساب نمیخورد و با کمبودی طواف با کمبودی دور طوافت نیز ناقص می شود. برای همین هم یگان کس حرکت دویدن قپیدن دیوار بیت الله یا اینکه بوسه کردن حجر الاسود را در طواف فرضیمون نکند، به خاطر که باید که این طواف ما که طواف فرضی است باید صحت انجام بیابد. خب بعد اتمام دور سوم که ما با سرعت و با کشودن کتف راستمان کرده بودیم در پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، دور چهارم آغاز می‌یابد با پوشیدن کتف راست و آهسته آهسته حرکت کردن، یعنی به همون قدم گذاری عادیه که دائما راه میگردی، دائما به همون قدم و قدم میمونی. خب 4 دور دیگر دور میزنیم و با تمام کردن دور هفتم طواف ما خاتمه مییابد، انجام میرسه و حرکت میکنیم به پشت مقام ابراهیم. در پشت مقام ابراهیم کجا را میگن؟ هر موضعی که تو قرار گرفتی و بین تو و خانه یعنی خانه خدا مقام باشد، انا همون جا پشت مقام ابراهیم نامیده می شود، اگرچند چی مسافه دور باشد. اما غیر اینه که
байни ту ва байни хонаи худо мақом набошад, инҷоро пушти мақоми Иброҳим намегӯяд.